امروز داستان شوگر مامی مایه‌دار جذابی رو میخوام بگم که روی پسر دبیرستانی کراش میزنه. داستان اینجوری شروع میشه که مارک نقش اصلی فیلمه. رفیقش والتر رو میبینیم که تو ماشینن و سر اینکه چطوری مخ بزنن دارن بحث میکنن که همون موقع یه ماشین میاد بغل دستشون که دوتا خانم مسن و جا افتاده و البته زیبا هستن. والتر یه مطلق میندازه و اونها رو میپرونه و همون روز میبینیم که تولد مارکه و مادرش تانیا یه دونه کیک بزرگ میاره و بهش تبریک میگه. یکم بعد مارک هیکل نداشته خودش رو برانداز میکنه و قربون صدقه خودش میره. هم میاد بیرون که ملانی رو میبینه که اومده کرم بریزه و میگه نمیتونم سوتکنم رو ببندم، کمکم میکنی؟ مارکم میپره که یه ثوابی ببره. تانیا یهو پیداش میشه و میبینیم که بهشت واقعا زیر پای مادراست و خلاصه خودش براش میبندتش و مارک هم که بعد موقعیتی رو از دست داده و تولدش بهش زهر شده کلا تو فکر بچه. والتر هم میاد بهش میگه تو میتونی یه حرکتی بزنی ولی وقتی که خونه خالی باشه. خلاصه چند روز میگذره و مادر مارک میاد میگه من و پدرت میخوایم بریم کلیسا، شبم نمیاییم. این حرفو که مارک میشنوه تو کونش عروسی میشه و میگه اصلا برید، دعای منم پشتتونه. و از این ور به والتر پیام میده که هر نقشه‌ای داری الان وقتشه که رو کنی. والتر هم با دوست دخترش میاد و ملانی رو هم میارن ولی تانیا باز میاد و گند میزنه به همه چی و به همسایه‌شون که یه پیر خرفه سپرده که شب بیاد سری به پسرش مارک بزنه و نذاره یه نفس بکشه. چند روز بعد مارک تو فروشگاه یه خانم مسن و جذاب میبینه و اون که چند تا سوال در مورد لوله کشی ازش میپرسه و بعد بیرون فروشگاه باز وایساده و میگه ببین بیا این لوله هامونم مشکل داره، تعمیرش کن. هم مشخص میشه که داف مسنمون بد جوری زده بالا. مارک هم میگه من که لوله کشی بلد نیستم، پسخول. ولی وقتی پول رو میبینه میپره بالا و میبینیم که میره لوله ها رو هم درست میکنه. بانوی پاک دامن ما میگه که حالا خودم باید برم تو حمومو تست کنم. مارکم که یهو براش شق میکنه مثل گربه‌ای میمونه که گوش دیده. کیسی بانوی پاک دامن ما میگه خب تو هم بیا یه حموم بزن، چرا اونجا وایسادی؟ و بعد اینکه دوش حموم رو تست میکنن و با هم میرن رو کارهای خاک برسری، بعد باز میرن رو تشک و فنرای تشک هم یه تستی میکنن. روز بعد تانیا که کلن مثل مادرای ایرانیه میبینه که پسرش حسابی شنگوله، بهش شک میکنه و میگه چرا این اینقدر حسابی خوشحاله و از این ورم مارک همه چی رو به والتر میگه و والتر هم میگه که من با آدم تکخور حرفی ندارم. بعد میبینیم که مارک بعد جور تیپ زده و میخواد بره بیرون که مادرش تانیا میگه به به کجا؟ اونم میگه بیرون. بعد میخواد ماشین رو ببره که تانیا بهش میگه نه ماشین رو بهت نمیدم. بعد میبینیم که یه ماشین میاد دم در مارکو با خودش میبره و تانیا این صحنه رو میبینه و اعصابش مگسی میشه. بعد مارک با شوگر مامیش میره سر قرار و همه چی هم خوب پیش میره که شوگر مامیش که اسمش کیسی هست دم گوشش میگه من میرم دستشویی، تو هم چند دقیقه بعد بیا. اینجا مارک داره از خوشحالی پرپر میزنه که یه نفر میاد سر میزش و بهش میگه مواظب خودت باش و بدون توضیح میذاره میره. و صبحش تانیا میاد به مارک میگه این چه طرز برخورده؟ با چه کاری رفتی بیرون؟ مگه این خراب شده صاحب نداره؟ مارک هم مثل خر سرشو میندازه پایین و جنگی میره پیش کیسی. همه بینیم که دوتایی میرن توی استخر و مارک هم حسابی ماساژش میده و خلاصه مشغول به کار میشن. و از اون ور تانیا که مادری دلسوز و نگرانه به صورت کاملا اتفاقی موقعی که داره لباسای مارکو جمع میکنه گوشیشو برمیداره و میره تو گوشیش و میبینه که پسرش با یکی هست و بعد یه حرکت عجیب دیگه هم میزنه. با گوشی مارک طرفو برای شام دعوت میکنه و حالا که برای شام کیسی پیداش میشه تانیا قفل میکنه و میره تو خودش. سر شام هم قضیه خوب پیش نمیره و جو کلن سنگینه و اون وسط هم کیسی میگه به نظر من مارک باید مدرسه رو رها کنه و یه شغل خوب رو شروع کنه. تانیا هم که همین جوریش میخواست زنیکه رو پاره کنه بلند میشه و میگه شما لطفاً گو نخور، فقط غذاشو بخور و میذاره میره تو آشپزخونه و به شوهرش میگه من این سلیطه رو جر میدم، این میخواد بچه‌مو خراب کنه.
میخواد از راه به درش کنه و خلاصه کیسی داره میره، مارک هم جلوشو میگیره و کیسی میگه که اینقدر بچه ننه نباش، دیگه خودت برای خودت تصمیم گیری بکن. مارک هم معذرت خواهی میکنه برای رفتار مادرش و همونجا میپره تو ماشین و با کیسی میرن. دوباره میرن توی استخر و این دفعه میبینیم که شوگر مامی خشن میشه و یه دستبند میزنه رو دستای مارک و کلی اونجا با هم پوزیشن‌های مختلف رو امتحان میکنن و بهشون خوش میگذره. از این برم مادرش نگرانه و تصمیم میگیره به حریم پسرش بیشتر وارد بشه و سر همین میره آمار شوهر کیسی رو در میاره و میفهمه که شوهر قبلیش تو استخر مرده و اون آدم خرپولی بوده. صبح روز بعدم با یه سبد شیرینی میره دم در خونه کیسی و میخواد که پسرش رو ببینه و کیسی شیرینی رو ازش میگیره و راش نمیده. بعد مارک اونجا داره لباس عوض میکنه که یهو یه اسلحه میبینه که زیادم جدیش نمیگیره و بیخیال میشه. کیسی هم به مارک میگه بیا کلا از این شهر بریم. مارک هم که به یه عبارتی بچه است میگه من تابستون کمپ تابستونیم قرار شروع بشه و با شنیدن حرف مارک کیسی پکر میشه و میگه ای بابا این که هنوز میخواد بره مدرسه و بهش میگه که بیا برو پیش مامانت بچه ننه. و بعدش میبینیم که مارک میاد پیش والتر و بهش میگه به نظرت من ریدمان زدم؟ والتر هم میگه مرتی که تک خور ریدی. خلاصی که بعد مارک تصمیم میگیره که با یه پیام از کیسی معذرت خواهی کنه. در همین حین مادره به شوهرش میگه مارک داره به خودش آسیب میزنه، ما باید یه کاری بکنیم و فلان و این حرفا. شوهرش هم بهش میگه ببین نمیتونی همه زندگیش کنترلش کنی و یه جاهایی باید مارک گند بالا بیاره تا ازشون درس بگیره، فلش کن. ولی مادره که قرار نیست بیخیال بشه میره یه کار جدید میکنه و میره ملانی رو میاره خونهشون و یه کاری میکنه اینا با هم برن توی رابطه و بعد این دو مرغ عاشق با هم میرن بیرون و همه چی خوبه که کیسی داره از بیرون اینا رو دید میزنه و بعد دیتشون که تموم میشه ملانی میخواد ماشین رو روشن کنه که بره. یهو کیسی خفتش میکنه و میگه دور مارک رو خط بکش و یه خطی هم میندازه روی صورتش. بیچاره. و فرداش هر چی زنگ میزنه به ملانی جوابشو نمیده. مارک هم که از اول رو ملانی کراش داشت میخواد که رابطه‌شو با شوگر مامی به هم بزنه که یهو یه تماس تصویری با ملانی داره که نور اتاقش کمه و موهاش هم ریخته رو صورتش که هیچی پیدا نباشه و ملانی کات میکنه با مارک و سریع قطع میکنه. و از این ورم کیسی بهش زنگ میزنه و بهش میگه بیا که دلم هواتو کرده. اونم از خدا خواسته تیپ میزنه و پا میشه میره. کسی هم که از خیانت مارک ناراحته بهش میگه که اون پرنده رو ببین. اونم میگه کو. بعد محکم میزنه تو سرش و پخش زمینش میکنه. به هوش که میاد میبینه لخت و اوریون تو خونه کیسی بسته شده. بعدم میبینیم که یه سکس زوری با مارک انجام میده و حسابی روش بپر میکنه. بعدم مادر مارک میگه وای صبح شده و این پسره نیومده خونه. بعد بهش زنگ میزنه و کیسی هم از این ور گوشی مارک رو میبینه و به مادر پسره به جای مارک میگه پاشو بیا خونه کیسی. و وقتی میاد خونه کیس بهش میگه اگه میخوای پسرتو ببینی اول باید دستبند بزنی به دستت و اینم خب میزنه و میره پرتش میکنه به همون جایی که پسره بود. از این ورم حالا شوهره داره هی زنگ میزنه که بفهمه چرا دیر کرده و برنگشته. بعد کیسی با یه اسلحه میاد داخل و میگه اگه میخوای پسرت زنده بمونه باید خودتو با اسلحه بزنی. تانیا هم الکی یه تیر میزنه و خودشو پرت میکنه رو زمین. کیسی هم شک میکنه و میاد جلو و میگه یعنی خودشو زده؟ که یهو تانیا بلند میشه و با هم درگیر میشن. خلاص مارک و مادرش دارن در میرن که کیسی با اسلحه میاد که پاره‌شون کنه. شوهر میرسه و میزنه زنیکه رو میکشه و پرتش میکنه تو آب. اون وسط هم یه صدایی میاد که یهو در اینو باز میکنه و میبینن که زنیکه والتر هم گرفته بوده و در نهایت ما مارک رو میبینیم که وسایلش رو جمع کرده که بره کالج و میبینیم که فیلم همینجا تموم میشه. ممنون میشم که کانال ما رو سابسکرایب و لایک کنید بچه‌ها.